چقدر پول در میاری؟ انقدری در میارم که دستم جلو تو دراز نباشه. چقدر چاق شدی؟ بهتر از اینه که مثل تو مارمولک شم. فکر نمی‌کنی دیر شده چرا بچه دار نمیشی؟ الان تو که بچه داری چه گلی به سر فامیل زدی؟ نمیخوای ازدواج کنی این خونه بری؟ جای تو رو تنگ کردم؟ تو داری خرج منو میدی؟ هیچ کدوم از اینهایی که شنیدین حاضر جوابی نیست. اینا بی‌ادبیه. اینا با بد رفتار کردن. اینا پایین آوردن جایگاه خودمون تو جمع و متاسفانه این چیزیه که از حاضر جوابی تو شبکه‌های اجتماعی حسابی پخش شده. میخوام یه نظریه‌ای رو همینجا همه با هم ردش بکنیم. نظریه این که با هر کی مثل خودش حرف میزنن، من آدم شناسم و با هر کی مثل خودش رفتار میکنن رو همینجا مچاله کن بریز دور. آدمی که با هر کی مثل خودش رفتار میکنه آدمیه که هیچ شخصیت با ثباتی برای خودش نساخته. حاضر جواب بودن یعنی جوابهای مؤدبانه و محترمانه تو آستین داشتن. حاضر جواب بودن اون مهارتیه که برگ برنده تو دست تو. حاضر جواب بودن کمک میکنه من شخصیت سالم ثابت خودم رو حفظ بکنم. من با همه مدل خودم صحبت میکنم و جایگاه خودم رو بالا نگه میدارم.